مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در شهرداری برفی. امروز شنبه 24 آذر ماه و ساعت حدود 8:30 شبه. امروز به رغم هشدارهای هواشناسی برای بارش برف به صورت محدود در شهرهای استان به ویژه شهر رشت رو داشتیم. ولاگ قدم زدن در بازار برفی شهرداری رشت رو چند روز پیش در کانال قرار دادیم و امروز گردش شبانه در شهرداری برفی و شادی مردم از دیدن برف پاییزی در آخرین روزهای پایانی این فصل رو برای شما عزیزان قرار میدیم. در چند روز آینده هم قدم زدن در سبز میدان پیرسرای برفی رو برای شما عزیزان قرار خواهیم داد. شهرداری رشت در حالت عادی در غروب و تایم های نیمه شب شلوغ و پرتردده و امشب به بهانه برف و برفبازی مردم در حال شادی هستند. البته در زمانی که برف بیشتر باشه دیدن شادی و بازی جوونا و خانواده ها پررنگ تره. تو این هوای سرد خوردن چای آلبالو به همراه رشته خوشگار، لبو، باقالی داغ گلپری، آش رشته یه مزه دیگه میده و جای شما عزیزان خالی. بیشتر سعی میکنم صحبت نکنم تا از شادی و هیجان مردم لذت ببریم. راستی ساب و لایک و حمایت فراموش نشه. پلیلیست شهر رشت ما منتظر شماست. به قول رشتی ها هیچ جانر من ولی
چه شما جای چی هم ما اونجا هستیم کجا داری میری؟
Bana benim.